خیلی خوش اومدید. بریم برای تحلیل قسمت جدید سریالمون و آموزش زبان انگلیسی از صفر. Okay, let's get a drink. Oh, okay, let's get a drink. Oh, okay, let's get a drink. اوه اوکی. اوه در واقع وقتی به کار میره که میخواد تعجبش رو برسونه. هر موقع شما let's داشتید بعدش فعل اومد، بدونید اون طرف مقابل که داره از let's استفاده میکنه میخواد بهتون پیشنهاد انجام یک کار رو بده که با هم انجامش بدین. اوکی، let's get a drink یعنی بیا یک نوشیدنی بگیریم. اوکی، let's یعنی بیا این کار بکنیم، فلان کار رو انجام بدیم. get در واقع به معنای آوردن، گرفتن استفاده میشه. اینجا let's get a drink در واقع بیا یه نوشیدنی بگیریم. let's get یعنی بیا بگیریم. a drink یه نوشیدنی. oh okay let's get a drink. oh okay let's get a drink. a drink. Okay, let's get a drink. I must check my emails. Oh, I must check my emails. Oh, I must check my emails. Oh, باز ترجمه I must check my emails. من باید ایمیل ها رو چک کنم. من در واقع must باید نشانه اجباره واسه این به کار رفته. چک یعنی بررسی کردن، چک کردن. میبینید که به شکل کاملا ساده اومده. چرا؟ چون قبلش must استفاده شده. پس فعل بعدش باید ساده بیاد. My emails ایمیل هامو، ایمیل های من. Oh, I must check my emails. Oh, I must check my emails. بریم یه خورده در مورد must صحبت بکنیم، ببینیم چه تایم هایی ازش استفاده میشه و به چه شکل هستش، چه فایده‌ای داره. must به معنای باید وقتی به کار می رود که بگیم چیزی ضروری یا لازم است. مثلا I must go to work. I must go to work. من باید برم سر کار. پس نشانه اجباره وقتی به کار میره که یک چیزی ضروری یا لازمه. I must go to work. باید برم سر کار. حالا بریم ببینیم چه تایم هایی ازش استفاده میکنیم. اولین مورد استفاده برای همین وقتی هستش که در واقع میخوایم ضرورت یا اجبار یک کار رو برسونیم. اوکی، مثلا میخوایم بگیم باید این کار انجام بشه حتما. واسه همچین مواقعی از must استفاده میکنیم. I must go now. باید الان برم. فعل بعد از must یعنی go به صورت ساده اومده. همیشه هم به همین شکل خواهد بود. مورد بعدی استفاده از must واسه وقتی هستش که میخواید یک پیشنهادی یا یک توصیه رو بدید. واسه بیان و توصیه های قوی به کار میره. مثلا You must try this place. You must try this place. باید اینجا رو امتحان کنی. You must تو باید try امتحان کنی this place. اینجا رو، این مکان رو. اوکی، پس مورد دوم استفاده از must برای توصیه های قوی به کار میره. فعل بعد از must try هستش که به شکل ساده اومده. You must try this place. مورد سوم استفاده از must برای بیان حدس و گمان استفاده میشه. وقتی درباره یک چیزی میخوای یه حدسی بزنی، مثلا He must be tired. He must be tired. اون باید خسته باشه. در واقع داره حدس میزنه که اون فرد ممکنه خسته باشه. حدس و گمان. He must be tired. He must be tired. اون باید خسته باشه. این نکته مهم هم بارها بهتون گفتم. فعل بعد از must باید به شکل ساده بیاد. I must check my emails. Would you like some water, Hector? Oh, no, after you. No, you. Would you like some water, Hector? Would you like some water, Hector? Would you like یادتون میخوای
some کمی مقداری water آب هکتور. Would you like some water هکتور؟ آیا میخوای کمی آب هکتور؟ یه مقداری آب هکتور. Oh no no after you. Oh no no after you. میگه نه اول شما، یعنی اول شما بخورید بعد من میخورم، که داره در واقع انگار مؤدبانه هستش دیگه. Oh no 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 after you. بریم سراغ جمله اول. Would you like در واقع یک ساختاری هستش که به شکل مؤدبانه به کار رفته برای در واقع دادن یک پیشنهاد، یک درخواست، ولی به شکل کاملا مؤدبانه. حالا یکی میگه شاید من غیر رسمی بخوام صمیمانه مثلا یه پیشنهادی رو بدم، میتونیم به جای استفاده از would you like از do you want استفاده بکنیم. اوکی، پس به جای would you like آیا میخوای، میتونیم از do you want استفاده کنیم واسه وقتی که میخوایم غیر رسمی و عامیانه و اینها صحبت بکنیم. بریم موارد استفاده از would you like رو بررسی بکنیم. Would you like یعنی آیا میخواهید یا آیا دوست دارید و برای پیشنهاد دادن یا درخواست مؤدبانه استفاده می شود. ساختار Would you like. اولین مورد استفاده از Would you like برای پیشنهاد دادن. میخوای یه چیز رو پیشنهاد بدی ولی به شکل کاملا مؤدبانه و رسمی. Would you like some tea؟ آیا چای میخوای؟ Would you like some tea؟ آیا چای میخواهید؟ بریم مورد استفاده بعدی. مورد بعدی برای دعوت کردن. میخوای یک نفر رو دعوت بکنی. Would you like to join us? Would you like to join us? آیا میخواهید به ما بپیوندید؟ وقتی که میخوای یک نفر رو دعوت بکنی، مثلا شما اونجا وایسادی، اونجا وایساده، میخوای بگی بیا پیش ما. اوکی، would you like to join us؟ مورد استفاده بعدی پرسیدن سوال درباره ترجیحات یک نفر. مثلا Would you like a gift؟ Would you like a gift؟ میگه آیا هدیه میخوای؟ داره در مورد ترجیحات یک نفر سوال میپرسه. Would you like a gift؟ پس 3 مورد استفاده Would you like داشت برای دادن درخواست پیشنهاد به شکل کاملا مؤدبانه که گفتیم اگر غیر رسمی بخوای درخواست به یک نفر بدی از do you want هم میتونی استفاده بکنی. Oh, no, after you. No, you first. Oh, no, ladies first. No, you first. No, but you first. You. این دوتا هم دارن واسه هم لاو میترکونن. دختر به پسر گفت آب میخوای، اونم گفت که بعد از تو میخورم. اونم میگه no you first، میگه نه اول شما. پسر میگه oh no ladies first، میگه نه اول خانوم ها. ladies خانوم ها، first اول. اونم میگه no you first، میگه نه اول شما. اوکی، پس اینا دارن برای هم لاو میترکونن وقتی که یعنی مؤدبانه هم هست. no you first، نه اول شما. No ladies first، نه اول خانوم ها. ladies یعنی خانوم ها که الان اون دوتا دارن به اینا حسادت میکنن. No, ladies first. No, you first. No, but you first. Give it to me. اینقدر این دوتا برای هم لاو ترکوندن، اون پسر حسودی شد، گفت give it to me. give it to me. بدینش به من. give به معنای دادن هستش. ایت در واقع داره برمیگرده به هم بطری آبه. to me به من، چون پسر در واقع موزرده هم این دختر بریجیت رو دوست داره و داره به این دوتا حسادت میکنه. give it to me. Give it to me. Oh, goody. 3 messages. Oh, dear. goody 3 messages. goody 3 messages. goody میگه خوشحالم. goody یعنی خوشحالم، عالیم، عالیه در واقع، یعنی این 3 messages 3 پیام. dear اینجا dear در واقع به معنای عزیزم نیست. dear اینجا یعنی وای چه بد. اوکی، پس حتما این اصطلاح رو یاد بگیرید. یه گاهی به این معناست. dear وای چه بد. goody خوشحالم. 3 messages. پس 2 اصطلاح رو یاد گرفتید. goody یعنی خوشحالم، عالیه.
dear. وای چه بد. پس این را حتما به یاد بسپارید، مهمه. Oh, goody. 3 messages. Oh, dear. What's wrong? ممنونم بابت همراهیتون. فراموش نکنید از ما با لایک هاتون، با کامنت هاتون و همچنین سابسکرایب کردنتون حمایت بکنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.